درود با شما دوستان گرامی مخلصان فوتبال. اینک دور سوم چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ اولی شروع می‌گردد و امروز گروه جدی ما از ورزشگاه مرکزی شهر ایسور با شما درباره وخوری بین دسته‌های برقچی و وخش بختر سخن خواهد گفت. حالا دسته‌ها به میدان آمدند با سرودن سرود ملی تاجیکستان. این بازی شروع می‌شود. حالا دسته‌ها در میدان هستند. خوب رستم نورمتوف در میان داوران امروز داور اساسی است. خوب با او یاورانش کمک میکنند. ما شما باشیم با جریان این بازی با هم شناس بشیم که چگونه اینجا بازی میکنند. خوب برقچی در بازی امروز مثل 4-1 بازی میکرد. یعنی طرح بازی این دسته همین است. بیاید با هیئت دسته ها زود شناس میشویم. امروز دروازه‌بان شهاب‌الدین محمودزاده است تحت رقم 27. در خط محافظت برکت‌الله نعمت‌الله زاده 5، عبدالرؤوف غفورزاده 24، شرافکان سعیدوف 66، رستم کمالوف رقم 21. در هیئت نیم محافظتگران اینجا جاویدان خوشوقتوف 8، شهبان نعیموف 81، بلال بابایف 9 و مهربان حمیدوف 17. چون در خط پیش دو نفر حملهگر است. اصلا مسعود غفورов به حیث گفتم ممکن است که حملهگری یگانه و در پیش بازی میکند، اما به او ابوبکر سلیمانوف تحت رقم 10 کمک میرسوند. مسعود غفورov تحت رقم 7 در میدان است. خوب سروربی دسته یوسف ربیف. در وقت عوض شدن فوتبال بازان ما باز آنها را به شما معرفی خواهیم کرد. در حالی که حالا دسته برقچی از حصار است. خوب اینجا حالا به ما فوتبال بازان دسته وخش قرغون تپه را نشان میدهند. خوب در بازی این روزه حالا اینجا در دروازه ریزا جعفر سیف مهدی است از جمهوری اسلامی ایران تحت رقم 16 بازی میکند. خوشوقت میروف در خط حمایه 17، سرگئی یاورسکی 13 در این برابر از اوکراین است. صفی‌الله نظرزاده 67، سعیدشاه بازاروف 77. خوب میکیتا پیترمن 99 این هم از نماینده اوکراین است. حالا باید یک بار هجومی دسته برقچی اینجا شروع می شود و هجومی خیلی خوب اینجا مسعود غفورov و او زده از پای می افزونند. خب هرچند اینجا ناراضگی بیان میکنند بازیکن دسته وخش، ولی ضربه اولی زده می شود به سوی دروازه و توپ از میدان بیرون می رود و دسته برقچی جوان 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری یوسف ربیف اولین ضربه کنجی را از کناری راست حالا به اجرا می‌رسانند. ابوبکر سلیمانوف در نزد توپ. خوب دیگر بازیگران رو بعد اون که این ضربه کنجی زده میشد دوستان گرامی به شما خواهیم گفت. حالا ضربه زده میشد، نه آنها با یک بازیگزاری خود این ضربه رو به اجرا می‌رسانند. ابوبکر حالا باز به پیش میپرتاید با اینجا حالا این لحظه ها که میبینیم مسعود غفورov هم اینجا هست، اما توپ ربوده می شود و فشار فوتبال بازان دسته برقچی به آن می رود که توپ از میدان بیرون می رود. خوب ما حالا اینجا با هیئت دسته وخش تا به انجام نرسیده ایم. خوب سنت‌الله اسماعیلوف 7، صلاح‌الدین ایرگاشف رقم 8 اینها نیم حمایتگران هستند. سنت‌الله عزیزوف 22، بهروز خوجایف رقم 31 و خیرالدین تورخانوف رقم 11 هستند که اینها در میدان هنرنمایی میکنند و ما حالا خیرالدین تورخانوف رو میبینیم در اینجا در این برابر توپ رو حالا از دست میدهند. یک بازی دیگری صلاح‌الدین ایرگاشف او هم توپ رو گرفته نمیتواند و نهایت توپ به پیش فرستاده میشود. به پیش فرستاده میشود. فوتبال بازان دسته وخش بار دیگر از کناری راست با یک گزارش خیلی خوبشون و اینجا چی بود؟ اینجا برخورد بود ولی داور به آن اعتبار نمیدهد و زیر موسیقی این بازی شروع می شود. هرچند از اینجایی که حالا ما شما با هم میبینیم اینجا صدای موسیقی هست، خودش در همان طرف هم هست، در همان طرف هست، کم هستند مخلصان و باز یک مراتبه دیگر دروازه‌بانی دسته وخش که امروز محض جعفر
رضا در میدان هست، چونکه سردار قوبیجانوف اصلا در اینجا در دسته وحش در همچون دروازه‌بان میشد، اما امروز رهبران دسته با این بازیگر شاید باور ندارند. طاهر مومنوف سرمربی این دسته است، حالا توپ رو از میدان نزد دروازه‌شون زده به بیرون میبرند. یک گزارش دیگری فوتبالبازان دسته برقچی اینجا حالا باز شهبان نعیموف خیلی ماهرانه اینجا از تورخانوف میگذرد و در آخرین مورد توپ رو زده از میدان بیرون میکنند. فوتبالبازان دسته وحش این لحظه ها نشون میدهد که برقچیان که تا این دم بسیار هم زیبا بازی میکنند. حالا شرافگان سیدوف در موسم این ساله و حالا باز توپ از میدان بیرون میرود از پای فوتبالبازی دسته وحش بختر و اینجا بود فناتلو اسماعیلوف. شرافگان بار دیگر با دستش بازی میکند. باز یک با قفا آمدن از جانب فوتبالبازان دسته برقچی خوب مجلا بازی میکنند. یک دیگر فهمیشون خوب است و حالا بیاید با توجه بکنیم با این سرگی یابورف که با حیث کاپیتانی دسته وحش قرغون تپه اینجا هنر نمایی میکند، ولی فشار از جانب برقچیان خیلی زیاد است. چون گفتیم لیگ اولی چمپیونات مملکت این سال با طرح نو گذرانیده می شود. 12 دسته یک باره بازی میکنند در دو دور و از این رو قسمی زیادی دسته ها تقریبا از 70 تا 90% فوتبالبازان خود رو دیگر میکنند. همه سال ما این رو خوب میدونیم، اما دسته منتخب جهانی 20 ساله تاجیکستان که در حیات دسته برقچی بازی میکنند همسو ندارند. حالا یک گزارش دیگر از مرکز با صورتی بلند به پیش میروند و یابورف که این توپ رو برمیگرداند. اینجا مهربان حمیدوف است، باز یک بار دیگر مهربان به پیش توپ رو میپرتید. فرصتی خوب برای برقچیان و ضربه باز یک بار دیگر. اینجا ابوبکر سلیمانوف بود، از چنین یک فرصتی سازگار رو استفاده برده نمیتواند. البته ما در این لحظه هایی که دقیقه ششم میرود گل اول رو قریب دیده بودیم. حالا یک بار دیگر اگر تکرار این حالت ها شود طاهر مومنوف بله او از جای برخسته است و شاگردانش امروز طوری میبینیم امکان میدهند که با جوانان که در نزد دروازه‌اش چنین حالت رو به وجود آورند. رضا جعفر دروازه‌بان دسته خب یک بار این حالت رو برطرف کرد. حالا باز توجه میکنیم دوستان گرامی توپ از میدان بیرون رفته است و زود اینجا خوشوقت میرفت و توپ از نزد پای صلاح‌الدین ارگاشف و بیرون میدان میرود. شرافگان سیدوف در بازی‌های امسالی چمپیونات که یک گل دارد. حالا از پای زده افزاییده میشود، اما توپ داور نشون میدهد که باید با بازی در آورده شود. شرافگان در حال اینجا گل زده بود که یک بار دیگر میبینیم. عموما بازیگران دسته برقچی آنهایی که اینجا با زدن گل مشرف شدن اینها یکی شرافگان سیدوف که به شما گفتیم، بلال بابایف یک گل زده است، ابوبکر سلیمانوف یک گل دارد و شیرزاد رجبوف از کرسی احتیاطی به میدان اومده گل زده است در حیات دسته برقچی. حالا به قفا فوتبالبازان دسته وحش توپ رو به قفا میفرستند. اصلا اگر دوستان گرامی ببینید این سال یوسف ربیعف سرمربی دسته برقچی یکی از فوتبالبازان نامی کشور در گذشته نزدیک و فوتبالبازان دسته برقچی حالا زیر نظارت خود قرار میدهند توپ رو و همیشه در هجوم هستند. امکانیت خوب رو علاقه بسیار هم ماهرانه به وجود آوردند. حالا بلال بابایف برای این توپ رو برگرداندن چه زحمتی میکشد و با قفا با محافظتگران و اینجا کناری رست خالی تر است. شرافگان سیدوف بسیار خالی بود و میخواست این توپ رو بگیرد، اما توپ رو با کناری چپ میپرتند و توپ از میدان بیرون میرود. اینجا رستم کمالوف این توپ رو خوب طاهر جان مومنوف
یکی از مربیان برجسته در فوتبال تاجیکستان و همچنین مربی که سال گذشته با دسته روشنی کلوب کار میکرد. ولی الکی در آغاز شروع ایمان همین بود که دسته‌های تاجیکستان از 70 تا 90% عایدشون رو در آغاز سال دیگر میکنند. یک سال همه شرطنامه دارند و بعضی از بازیگران بغیر از بازیگران دسته استقلال که هستند بازیگران خود رو با مدت دو روز شرطنامه‌شون رو به امضا میرسوند. دیگر دسته ها همگی یک سال. خب برچی هم از قبیل اون دسته های هست که اینجا چون اساسی دسته منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان حساب میشود محسوب می‌یابد. از این رو اونها هم همیشه پایدار هستند در هیئت دسته برچی. حالا باری اول وحش با هجوم میگذارد ولی طوری میبینیم اینجا اشتباه از جانب صلاح‌الدین ارگاشف است. این دومی پرتابی هست که از پای او به دیگر طرف میرود. یک هجوم دیگر. خوب در خط پیش دیدید الکی بهروز خوجایف اینجا نمایان میشد جدا میشد از محافظتگران ولی این طور نیست. ولی باز یک هجوم گزارش رو ببینید. گزارش خیلی ماهرانه است از جانب شعبان نعیموف. ولی توانستند اینجا حالا داور چی میگد اینجا یک لحظه مشتاق میکشد در حالت نابازی یا که نه لط خورده است در میانه میدان. این هم باشد مسعود غفوروف است. حالا یک دیگر ببینید. بله اینجا اشتباه از جانب فوتبال بازی دسته وحش است. بسیار هم دغلانه به پای او پایش رو می‌نهاد. قضیه داور چی است؟ نه داور از نزد دروازه توپ رو به بازی می‌دارد. اونجا این اشتباه رو به اینوبت نمیگیرد. رضا جعفر سیف مهدی نماینده کشور ایران در بازی اولی خود در چپه تاجیکستان حالا شرکت ورزید. با همین بازی که حالا هست به شما گفتیم سردار قابوجانوف دو بازی پیشینه که وحش با حساب 3-0 از استقلال و 2-0 از روشن مغلوب شده بود. حالا اینجا حالا باز با پیش می رود. اکنون فوتبالبازان دسته برچی مراتبه دیگر کنار چپ رو اینجا استفاده بردنی هستند اما اینجا خوشوقت میروف است که این حالت را برطرف می نماید. خوب یک هجوم دیگری وحش و ضربه کنجی اولین رو هم فوتبالبازان وحش حالا به اجرا می رسونند. این ضربه دومی کنجی است. این انشاءالله برابر است. کدام بازیگر از دسته وحش حالا توپ رو با بازی می‌دارد. خوب اینجا می‌بینیم که صلاح‌الدین ارگاشف می‌رود ولی صلاح‌الدین ارگاشف هم از دسته استقلال به اینجا اومد. بعضی از بازیکنانی که در دسته استقلال بازی می‌کردند اما امروز با اومدن لگیونرها که مسئولیتشون تنگ‌تر شده است آنها به کلوب‌های دیگر گذاشتند. ضربه زده نشود. باز یک امکانات دیگر برای بازیکنان وحش ولی صد می‌گذارند. بسیار عالی صد می‌گذارند بازیکنان دسته برچی و هجومی برخوار رو تشکیل میدن. از مرکز خیلی خوب بود برای قبول این توپ مسعود غفوروف و ولی این کارت زرد با شعبان نعیموف داده می شود. شعبان نعیموف خوب با سری خم با قفا می رود ولی حالا یک بار دیگر ببینید پایش بله پای بازیگری وحش رو اینجا پخش کرد. حالا در نزد توپ ما سیدشاه بزرگ رو میبینیم و نورمت فولو باز چی میگه؟ بله نورمت فیس حالا باز اینجا چرا توپ رو با بازی نمیدارن؟ یک لحظه توقف اینجا هست. سبب توقف این همون لط برداشتن است یا خود اینجا از نگاه ور اینجا خواهند دید. بله اینجا خوب به هر نوع شعبان نعیموف نخواست که بسیار سخت‌تر پایش
پخش کند فیلم دسته وحش رو. حالا گزارشی فیلم دسته وحش سنت الله حالا باز یک پرتفتی خوب هم بود ولی اونجا با توپ نمیرسن بازیکن دسته وحش و اونجوری جوابی بارچیان با خفا خوب نزدیک بازی میکنه، خیلی خوب است. این لحظه حالا مهربان حمیدوف رو میبینیم، حالا باز با او با توپ صویب میشود، با پیش میرود. اصلا حالا این لحظه ها دسته بارچی از کنار چپ بیشتر هجوم میکند و سرگئی یاورسکی این توپ رو برمیگرداند. خوب از جایی که هیچی گیرم نبود یک هجومی خوب برای وحش شدنش ممکن است ولی محافظتگران قابلانه بازی میکنند و خیلی خوب هم هست. خب در این مورد بازیگری دسته وحش با خطاگیرو میدهد. این همون بیروز خوجایف بود که در مقابل رستم کمالوف همین گونه خطا صادر میکنه. خب البته 15 دقیقه بازی به پایان رسید. خوب کوشش‌ها از هر دو جانب هستند. البته از نگاه آماری با تو بودن بارچی همتو ندارد. حالا باز فوتبال این دسته به پیش میروند. شیرافگان سعیدوف اینجا هست. یک بازی دیگر با اینجا شهبان نعیموف تو پرتافته میشد و امکانیت خوب بود برای فوتبال بازی دسته بارچی بود ولی بسور کفروف در حالت نابازی هست. اینجا احساس میشد که در حالت نابازی است. ما سرگئی یاورسکی رو لگنری اوکراینی دسته وحش رو خوب در میدان میبینیم. میکیتا پیترمن باشد الحال نمایان نیست. او کمی پیشتر بازی میکند. خوب محافظتگر است. بازیگری کناری در مرکز بود. حالا بید از کنار با یک گویه با خوشوقت میروف. اینجا سیدشو بزرگ اصلا است از طرف چپ خوشوقت میروف و با توپ رو با دستشون بازیگری دسته وحش میپرتویند. ببخشید بارچی میپرتویند و نمیگذارند که اینجا رستم کمالوف این توپ رو با زیر اداره خود بگیرد و بعدا به سوی دروازه پرتوید. اگر بیاید با بازی‌های این دسته ها نظر کنیم ما البته میدونیم که وحش امروز نام پیشینه خود برگشت، یعنی از خطلون به وحش و این دسته ها بازی‌های زیادی گذراندند که بارچی همیشه در چمپیونات مملکت هم بازی میکرد و زیر نظارت فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود و بعدا با حصار گذاشت. اینجا بارچی تاجیک این دسته رو سرپرستی میکند و نامش هم سزاوار است. بارچی باز یک قاعده ویراکی در مرکز میدان است. خوب چی بگم با ابوبکر سلیمانوف اینجا کاپیتانی دسته وحش سرگئی یاورسکی چیزی گفت. حالا یک دیگر ببینید چی برخورده بود ولی توپ پرش اگر نمیگی در خد ضربه سخت کردنش ممکن بود ولی از این رها خورد بازیگری دسته بارچی. حالا باز به پیش میروند بازیگری نام مهربان دورتر با کناری چپ و ضربه دسته بارچی رضا جعفر در جویش است. هر دو دسته کوشش میکنند که زود به هجوم بگذارند. حالا باز صلاح الدین از نزد پای او توپ رو میگیرند و امروز دسته وحش 4-2-1-2 بازی کرده شده است و ما شما باز سرمربی دسته بارچی رو نشون میدهند. خب پرتفت به عنوان است ولی باز صلاح الدین با توپ از در مرکز مبارزه میبرد خیلی ماهرانه و عالی و اینجا یک ضربه نیویت سخت از جانب محض سنت الله اسماعیلوف. سنت الله اسماعیلوف رو ما خوب میدونیم که چگونه بازیگری
دسته منتخب تاجیکستان در این دسته منتخب تاجیکستان بازی می‌کرد ولی باشد بود در این دسته منتخب نیست ولی در این دسته وحش پیداش دست و اینجا بسیار ضربه خوب هم زد بودلیف بود دسته برقچی یک ضربه دور و از نزدی ستون دروازه بعد ضربه بیلال بود اینجا سلیمانوف یک لحظه بله این ابوبکر سلیمانوف بیلال سلیمانوف گفتم دوستان گرامی بیلال بابویف است ابوبکر سلیمانوف و حالا بسیار حالت خوب بود برای این لحظه گل زدن اما مهربان حمیدوف طور این توپ را به او رسانید که بسیار هم خوب بود حالا ابوبکر سلیمانوف در اکران‌های ما و شما است دستای برچی و وحش 34 تا این واخوری که حالا دارن 34 واخوری بین همدیگری دارن یعنی تاریخی دور درازی با هم برخوردن ها با هم رقابت کردن ها آنها رو پیگیری میکنند و وحش با یک پیروزی بیشتر 14-13 است با برتری صحیح است دسته وحش این دسته هست که یکی از دسته های فوتبال بازپروری تاجیکستان است از این دسته بهترین ها به دسته جمهوری دوشنبه گذشتند بهترین ها حالا هم پیدا شدند بهترین ها در این دسته منتخب تاجیکستان بازی میکردند حالا باشد باز شهبان نعیموف باز به کنار چپ میگذارد از اونجا بیشتر بازیکن دسته برقچی به هجوم میگذارد ابوبکر حالا باز یک بار دیگر ابوبکر با پیش و امکانیت ضربه زدن پیدا میشه برای برقچیان ولی ببینید چقدر محافظتگران اینجا زیاد هستند از دسته برقچی و توپ رو برمیگردونند خب در این حالت ها ما و شما بیشتر شهبان نعیموف رو میبینیم که بسیار هم فعال است در این بازی حالا باز شرافگان توپ رو با پیش میپرتوید اینجا بود حالا بیلال بابایوف و باز باری دیگر اینجا حالا باری دیگر شهبان است باری دیگر توپ رو میپرتوید باری دیگر توپ برگردونده بشود خب فوتبال بازی دسته وحش این سنت الله عزیزوف یک بار دیگر خیلی خوب همین صدای موسیقی کمی هم بازی رو شبخوبرتر میکرد ابوبکر باز رو خیلی مایرانه و پیش میپرتوید و باز یک هجوم دیگر باز کنار چپ ولی این ضربه که حالا زده میشود نه آنقدر خوب است هم برای بازیگران و هم برای بازیگری دسته برقچی حالا یک بار دیگر اینجا نه این بازیه که پشتی پای بازی میکند خیلی مایرانه بازی میکند ما از شعبان نعیموف گزارشش رو بگیرید گزارش عالی است اینجا از جای این بازیگر مورد فنی خیلی خوب دارد عموما بازیگران دسته منتخب تاجیکستان طور که بین ما رفت شده است تا 23 ساله ها بسیار خوب بازی کنند بعد 23 ساله شدن حالا دسته منتخب جوانی تو 23 ساله تاجیکستان در قطر در بازی جمعی بسیار بازی میکنند خب با بابا شما معلوم است که ما همیشه مسئله بازی‌های بعدی رفتن رو در بازی آخر میگذاریم و امروز دیروز رو ما از دسته عراق هم بازی 4 بر رو مغلوب شدن و باز انتظار میشیم که حالا اینجا تورخانوف خریدین تورخانوف سالهای زیاد در ایتی دسته هم وحش هم خطلان بازی میکند و یکی از تجربه دارترین بازیگران در ایتی دسته وحش است خوب اکنون به دوری آخر میگذاریم اگر که اونجا اگر قطر عراق رو شکست دهد اگر ما در این برابر توانیم که به پیروزی در بازی آخر موفق شویم بر اعلام با حساب کلانتر اون وقت شاید 3 امتیاز کافی بشود که دسته ما بر بازی دیگر رود اما فکر میکنم که بسیار مشکل است یعنی ما هم رو در دور آخر میگذاریم
حالا بازی باز ادامه دارد. دقیقه 23 پس سر نشود. باز یک گزارش دیگه بارچیون بیلول بسیار توی خوب میپرتوید، ولی ضربه که اینجا از جانب شعبان زده میشود صد گذاشته میشود. هجوم جوابی بسیار تیزی فوتبالبازان دسته وقت. نه اینجا قاعده بازی ویران کرده میشود. ولی اینجا ابوبکر سلیمانov ناراضیگی بیان میکند، چون که اونجا مضعوف بود و کاپیتانی دسته برقچی خود رو ویران کرد. سنچو بزرگ شد از پای افتادند. حالا از اینجا ضربه زده میشود. دروازه‌بان دسته برقچی شهاب‌الدین محمودزاده حالا بیرون احساس نکرده است که از پیش دروازه‌اش توی به قلم به بیرون رفته باشد. یعنی ضربه به سوی دروازه ها خیلی کم است. ببینید اینجا محافظتگری قامت بلندی دسته وحش همینجا هست. نیکیتا پترمن. سعودی ارگاشف این ضربه رو ببینید با هوا و بیرون میدان. نه تنها با بیرون میدان، اگر کمی سخت‌تر از به بیرون ورزشگاه هم بیرون خطا نمی‌کنه. خب این سعودی ارگاشف است که حالا منظوری ما به شما بود. الان با دسته وحش موفق نشده است که با دروازه حریفان در مسیر مسئله فوتبال یک گل تو بزند. آنها از دروازهشون 5 توپ گرفتند و حالا باز یک اشتباه باز بار دیگر اینجا همین سنت‌الله است. سنت‌الله باز زیبا میگذارد پرتاب به قفا و باز یک امکانیت برای خریدین تورخانوف، ولی بلند و دور میپرتوید. به این طور باشد سنت‌الله از یک بار دیگر میرسد. خب البته ببینید اینجا سنت‌الله اسماعیلوف است، هم سنت‌الله عزیزوف است. یکی تحت رقم 22 و دیگری سنت‌الله دوم تحت رقم 7 بازی میکنند. و حالا بارچیون اینجا کوشش میکنند که بله این سنت‌الله اسماعیلوف است، سنت‌الله عزیزوف است، از روی بر میخیزد. باز در نزد توپ صلاح‌الدین ارگاشف. خوب وضعیت‌های استانداردی باید خطرناک هم باشند، اما چگونه اجرا میکنند بازیکنان دسته وحش؟ پرتابی اولی ولی محافظتگر اینجا مهرونه بازی میکند و این توپ رو برمیگرداند. یک بار دیگر توپ همون در میدان نزد دروازه دسته برقچی است. هجومی پای در پای و از این بحران فوتبالبازان دسته برقچی بیرون میشوند. اینجا بعض همه پیشتر ما دیدیم اینجا مهربان حمیدوف بود که این توپ رو زده از نزد دروازه دور کرد و حالا برقچی کمی باشد حرکتش بیشتر هستند در صف پیش و پیش می روند و اینجا توپ از دست می دهند. حالا در این لحظه هایی که دوستان گرامی ما این گزارش خود رو میبریم، در سیمی بازی ها دیروز شروع شد و با شما همین گوده میرسونیم که استرافشان توانست که 10 نفره پنجشیر رو مغلوب کرد با حساب 1-3 و همچنین باختی شاید غیر انتظاری مخلصان حاصلات فرخور باشد که از دسته اسخط دیروز با حساب 2-1 مغلوب شدند و اسخط هم و استرافشان هم اولین 3 امتیاز خود را در موسم مسابقه چمپیونات تاجیکستان یعنی با غلبه اون رو به پایان رسانیدند. خود این لحظه باز میتونیم که دقیق‌تر در این باره بگوییم، زیرا
چمپیونات مملکت نمک شروع شد در سوم پس سر می شود. سرافشان اولو یک امتیاز داشت، 4 امتیاز شد، از زینه پنجم برآمد. اسخط باشد اولین 3 امتیازی خود رو گرفت. یعنی اینجا حالا با 6 امتیاز استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش در زینه یکم و دوم، بعدا حاصلات در زینه سوم است. هرچند از 3 بازی است حاصلات. و حالا یک گزارش دیگری فوتبالبازی برقچی است اینجا که حالا عالی بازی میکند و ببینید این گزارش زیبا را از جانب بیلال بابایف چگونه همه را گذشت، ولی دروازه‌بان اینجا مهارت عالی نشان داد. رضا جعفر سیف مهدی و توپ وارد توی دروازه نشد. حالا باز یک بار دیگر فوتبالبازی دسته برقچی، اما اینجا کسی نیست. خوب مسعود غفارов توپ رو به مرکز پرت افت، اونجا کسی نبود که این توپ رو به سوی دروازه زند. هجوم جوابی دسته وحش و دروازه‌بان آنها شهاب‌الدین محمودزاده این نوبت حالا توپ رو با برکت‌الله نعمت‌الله زاده میپرتوید و هر دو اینجا امکان نمیدهند که اینجا بهروز خوجایف به این توپ رسد. اما بهروز رو دعوت میکرد که دیگر بازیکنان هم به پیش آیند، از جمله با صلاح‌الدین ارگاشف و از کنار حالا توپ رو میگیرند بازیکنان دسته وحش خوشوقت میروف. چی میگرد دوبار با دستش توپ رو میپرتوید بازیگری دسته برقچی شرافکان سیدوف. در حیط دسته برقچی شهاب‌الدین محمودزاده ب، ایواز شوی دروازه‌بان 3 بازی است. این سومین بازی است. تو مخیف نمیدم که ایواز میشود بیرون نه. برکت‌الله نعمت‌الله زاده هم 3 واخوری است. عبدالرؤوف غفورزاده خوب این بازی سومش است، یک بار ایواز شده است. خوب شرافگان همه بازی خود در میدان است. رستم کمالوف یک بازی این بود از کرسی احتیاطی. جاویدان خوشوقتوف 2 بازی. شهبان نعیموف هم امروز بازی سومش است. بیلال بابایف باشد 3 بازی. مهربان حمیدوف همین گونه. ابوبکر سلیمانوف یک بازی ایواز شده است و مسعود غفورov باشد در همه بازی ها. و درباره گل زدن بازیکنان دسته برقچی به شما گفتم. برقچی امروز در جدول مسابقات در زینه 9 است. 2 مساوی 4 گل زد و 4 گل از دروازه‌اش گرفت و یکی از بازی‌هایش با روشن کولا بود که بسیار با حساب بزرگ 3-3 به پایان رسید. یک واخوری دراماتیکی زیبا در موسم امساله چمپیونات مملکت به حساب می رود. رضا جعفر حالا فریاد میکند بازیکنان دسته وحش رو و میگه من با کی توپ رو میپرتم و اشتباهاً به بیرون میدان میزنم. خب با شما گل بفورد یا نمیفورد مخلصان، اما در میدان باید که بازی زیبا باشد تا که گل زنند. همین گونه ما مخلصی میکنیم. شما مخلصی ها رو میدونید که هر گونه میشوند. حالا باز یک بازی دیگری که حالا اینجا وحش آغاز میکند بسیار خوب است. از مرکز به خفا و زود به پیش میبرد. خیردین تو را خوب بود. بله اینجا صلاح‌الدین درخواست کرد که به او توپ بزند اما توپ را از دست داد. حالا باشد اکنون باز شهبان نعیموف به مرکز. اینجا مهربان با توپ است. باز یک پرتاب دیگر خوب در مبارزه اینجا حالا مسعود غفورov توپ رو باز برمیگرداند به خود و در اینجا از توپ میافتد به کمک محافظتگران و داور هم این رو خیلی خوب دید. توپ در مرکزی میدان است. صلاح‌الدین توپ با بازی به اختیار قامت بلند است، ولی طوری گفتم اینجا امروز بازیکنان دسته برقچی خوب بازی کرد. شرافگان سعیدو بود که این توپ رو گرفت و پیش بود و نهایت
با شهاب‌دین محمودزاده دروازه‌بان این دسته هم توپ میرسد. امروز باز بازی‌های دیگر در چمپیونات هستند که شما میتوانید آنها تماشا کنید. این هم باشد دوستان ایرانی وخوری می‌آید زیبا. بعد این وخوری توی مرکزی ورزش ارتش با روشن خوب خواهد آزمود با کوکتاش. این بازی‌ها هم تلویزیونی ورزش و هم تلویزیونی فوتبال پیشکش شما خواهند شد. تو بعد بازیکن دسته وحش به بیرون میدان می‌رود. برالو است برای دوباره این وقوعی منصور غفوروف. ملکه مهارت فردی فوتبالبازان جوان کشورمون در دسته برچی بسیار هم خوب است. حالا ببینید صلاح‌الدین با دشواری تو رو با هم دستش پرتوف و تو برمیگرده برچیون. گزارش بسیار زیبا و باز یک اولاد دیگر برای بازیکن دسته برچی. پرتافتی خیلی عالی بود و ضربه کنجی. این ضربه کنجی دوم است و محض از اینجا رستم کمالوف با پیش می رود. از این ضربه های کنجی دو بار یک برچی بسید پیش می رود. توجه بدید که برچی کنجی کرده می شود. نه بسیار خوب بود. اینجا میخواست منصور غفوروف این توپ رو بگیرد و بعدا حکمی دیگرگونه تشکیل دهند، ولی مهربان حمیدوف توپ رو زد از میدان بیرون کرد و اینجا لب میبردارد محض عبدالرؤوف غفارزاده. با او با کمک طبی نیاز دارد. حالا یک بار دیگر اینجا این همین حالت رو بگید چی بود اینجا. اینجا نه او خودش موشک های پایش او رو مجبور کردن که به زمین غلط تا که به او کمک رسانیده شود. هوا کمی هم یعنی گرم نیست امروز، شاید بارون هم بود اما کمتر و هوای فوتبالی است. مخلصان ورزش هستند، تلویزیونی ورزش هستند که ورزش میگن که اونها هم زیر دوربینی دسته ها قرار گیرند. داور هم توجهش به چی است؟ به ور نه، اونجا هیچ یگون برخوردی نبود، ولی شاید یگون چیز دیگر باشد که اولو داور با توجه به همین حالت خوب نظر میکند. بله چیزی نیست و فوتبالبازان دسته برچی توپ رو به بازی می‌دارند. همون شرافگان سعیدوف در دستش توپ است. او همه پرتاب‌ها رو محض از کنار راست اجرا میکند. خوب مبارزه میبرد اینجا بلال بابایف و خیلی مهربان هم بازی کرد. ابوبکر سلیمانوف یک بار دیگر کپتان دسته برچی از دو نفر میگذرد، پرتابی خوب انجام میدهد. اینجا دروازه‌بان هم ریزا جعفر خطا میکند ولی با بختشون. خوب برکت الله نعمت الله زاده حالا توپ رو باز برمیگرداند با شرافگان سعیدوف. با پیش باز یک امکانیت برای این فوتبالبازان. شعبان توپ رو از دست میدهد. از دور ابوبکر ضربه میزند، سر گذاشته میشود و در این نوبت اکنون ریزا جعفر بار دیگر توپ رو داشته میگیرد. الحال ضربه خطرناک تو این دم که در 38 میگذرد
مورد توجه ما قرار نگرفته است. یعنی هجوم ها تا لبی دروازه هستند، ضربه ها کم هستند. حالا فوتبال دسته وحش و باز یک هجوم از جانب معصومت‌الله عزیزوف. حالا صلاح‌الدین با توپ دو نفر رو گذشتنی است، نه و خطا. و اینجا از کنار چپ فوتبال کمتر هستند. شاید اینجا حالا سرگی یابورسکی دسته و اینجا تو مخفی خواهد است، ولی بفرستد اینجا حالا که خوشبخت میروف پرتوبی اولی ضربه، اما این لحظه است و تو عزیز ضربهش سر بلند بود. طوری گفتم تویدم ما ضربه خوشی ندیدم که از جانب بازیگران از جانب دروازه‌بان‌ها اون برگردانده شده باشد. موفزرگان دسته بخشی و تو رو از نزد دروازه‌شون بر بیرون میبرند و زود با پیش و سوی بیلول بابای باشد بیلول باشد مبارزه میبرد با محافظتگری دسته وحش و تو رو که از دست وحشی هم میدیند. مرکز خولی است، شیرافکان سعیدوف آزاد است، اما خیلی دیر به تو رو میپرتویند. با خفا برکت‌الله منت‌الله‌یف. خب برای مخلصانی که در این ورزشگاه گوه پیدا میشوند، خب ما در بوجوی کشورهای عرب در خدمت‌های اون کشورها هم حضور داشتیم و اگر دیده باشید یک گروهی از لیگ چمپیون‌های آسیا هم به تاجیکستان آمده بودند. آنها یک رادیوی بسیار هم پرقوت دارند و اونجا سرود می نویسند، سرودهای خوب زیبا و اون رو بلند میکنند و در قطاری همون بلندگویک اونها همونجا آوازهای خود رو هم وارد میکنند و یک شور شوق‌آور خوبی به وجود میاد. شاید در تاجیکستان هم همین گونه سرودهای در وصف دسته ها باشد و آنها همین گونه دسته ها رو خوب دستگیری کنند. هیچ وقت میرفته رو از دست داد پرتفتاشون اشتباهی تکنیکی خیلی زیاد است، خطاهای ساده بسیار هستند. شور شوق‌آور در ورزشگاه این یک دسته خورد عبارت از شاید 20-25 نفر باشند که در صدا بلند میکنند. حالا باز برقچی امروز در قد بیشتر با توپ است، بیشتر به یکدیگرشون پرتوپو انجام میدهند. اشتباه هستند الحال ولی نه اشتباه های ساده هستند. از جانب وحش باشد ما میبینیم که تو نیمه میدان حالا در خط دفاع خوب بازی کرده شده از دسته وحش. این لحظه طاهر موینوف رو هم دیدیم. فوتبالی این دسته صلاح‌الدین زود به پیش رو میپرتوید. گزارش خوب باز یک بار دیگر و یک ضربه کنجی دیگر. ضربه کنجی برابر میشود. ضربه کنجی برابر میشود و این نطلو عزیزی از کنار راست بسیار شدت میبخشد به هجومی دسته وحشی باختر. ضربه بوده نشود. بله اینجا باز یک ضربه دیگر ولی هجومی عکسون هجوم دیگه چگونه 4 نفر کبودپاشوی دسته بخشی و پیش میدارند، اما اینجا میسر میشد به صورتلو عزیزوف که در این لحظه به محافظتگران کمک به اندازه رساند. باز گزارش از جانب فوتبال‌بازان دسته برقچی پشتی پای خیلی خوب
انیق دقیق و ما باز سرگی یاورسکی سرگی یاورسکی وقتی هجومی مهمگی و باز یک گزارش دیگر اینجا از جانب بهروز کجایف آروم یک پلاس که تنها هست گرفته نمیتونه توپ در مرکز از دست میدیم بوده دسته بخچی و باز یک گزارش دیگر از جانب سناتولو عزیزوف در خط کناری راست و محض سناتولو عزیز بسیار هم قوت میکند یعنی هجوم ها فشارهایش بر علوی احساس میشوند در این بابت ما خریدین هم تورخان برای زدن این ضربه میباید ضربه های معمولی یا استانداردی که اینجا بودن خیلی زیاد بودن ولی کم ضربه ها زیبا زده شدن حالا باید خریدین که بودن این ضربه رو نزند تو این دم سایدین رگشت همه ضربه های استانداردی رو ایجاد میکرد از جانب وقت و پرتابی بسیار هم ملایم و خوب ولی دقیقتش کمتر بود اینجا ما علکای نیکیتا پیتر ما رو هم دیدیم یک لحظه ردیف هم منظوری مفت در خیلی آخری بخوری ایز در بازی نبود از که کنکور خبر زیاد ایلوه در قسمی اول نخواهد بود زرگزده نشد باز یک باری دیگر صلاح‌الدین تو رو از دست میدید و هجوم جوابی فوتبالبازی دسته بخچی رو از اینجا صورت میداد و اینجا کارت زرد است دو در خیلی رو کرده میشد در قسمی اولی بکنیم کارت زرد دوده شد به بازیگری دسته وخش اینجا حالا یک کارت زرد در قسمی اول بود برای شهبون نایموف از دسته بخچی و حالا لحظه ها کی بود اینجا کارت زرد بود خب این رو علیقتر بکنیم دقیقتر بکنیم و شما خواهیم گفت این دسته بخچی حالا باز با هجوم بگذارند باز همین کناری راستی هست که اینجا ما شرفکن سیدوف رو میبینیم صلاح‌الدین رو از پای میاد اما دوبار بگید چیزی نشده است و امکانیت صدفایز گلزنی برای بخچی است و ببینید که چگونه حالتی زیبا را بیلال بابایف با گل انجام نمیدهد اما جعفر ریزا اینجا پیشی روی این توپ رو گرفت خلال وارد کرد و ضربه کنجی سیوم از جانب بخچی زده بشود خب فوتبالبازی قامت بلند دسته بخچی رو با میدان از دروازه وخش می آیند خب بازاروف دوستان گرامی کارت زرد گرفته است تحت رقم 77 این بازیگر بازی میکند بله اینجا همین حالته که محکمه در وقتی شرحمون از نظر توانستیم که کی بود و او دقیق‌تر شد پشتی پای زیبا ولی اینجا کسی نیست بابایف کم خفون ولی توپ رو گرفت دیدید چگونه بزرگتش بلند است ولی باید قسمی اولی بخوری در اینجا دوستان گرامی به پایان میرسد قسمی اول با یگون لحظه زیبایی که گوییم که در خاطر ما موند اینطور نیست در باها به سوی دروازه خیلی کم بودن بریگر درود به شما دوستان گرامی هنوز ما در بازی بین دسته‌های برقچی و همچنین وخش در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار قرار داریم
بازی در سیوم است، حساب شده نشده است 0-0 و کمی هم باشد فوتبالیست دسته برقچی با برتری صلیب هستند در بعضی امورها، مثلا ضربه ها، بعضی امورهای در اختیار داشتن توپ ها، ولی حساب شده نشده است و امروز رستم نورماتوف داور این مخوری حالا انتظار است که بازی رو شروع نماید. خب اینجا در ایتی دسته وحش بازیگر عوض کرده میشد. خدایزاد اوزاق رو میبینیم که در این لحظه ها در مرز میدان ایستاده است و حالا با بازی خواهد آمد. خدایزاد اوزاقوف در بازی های پیشینه وحش در میدان بود. یعنی ما در این باره به شما در رفتی بخوری گپ سخن خواهیم گفت. حالا باشیم کی رو عوض میکند. خب سودتلو عزیزوف هم اومد او رو استقبال کرد و در این بازی که در قسم اول بود همگی دو ضربه قاطع تر بود در مقابل دسته وحش که اون هم دو مرتبه ریزا جعفر سیف مهدی این توپ ها رو برگردونید. این بازیگر دروازه‌بان دسته وحش قرغن‌تپه بار اول در موسم امسالی فوتبال با میدان آمده است. حالا اینجا میبینم که بهروز خوجاєв رو عوض کردین. اولین عوض شوی در ایتی دسته وحش قرغن‌تپه است که ما حالا اینجا اوزاقوف رو میبینیم. خدایزاد اوزاقوف یکی از شناخته‌ترین بازیگران است در ایتی دسته جوان نورسان بازی کرده است. در ایتی دسته منتخب رو در نظر دارم. بازیگری هست که استعداد بلندی هنرنمایی دارد و امروز ما و شما باز شاهد خواهیم شد. خب باید یک بار با ایتی دسته ها شناس میشویم. حالا نورماتوف در حالی هست که میخواهد بازی رو شروع کند ولی انتظار چیز دیگری هست. شاید در میدان یکان کمبودی دیگر باشد که او نظر میکند. ولی بازی شروع خواهد شد. باید با ایتی دسته وحش برقچی باید اول شناس میشویم به حیث میزبان این بازی. اینجا هنرنمایی دارند بازیگران این دسته. دروازه‌بان شهاب‌الدین محمودزاده است رقم 27. در خط مدافع برکت‌الله نعمت‌الله زاده رقم 5 عبدالرؤوف غفارزاده 24. شیرافغان سعیدوف 66. رستم کمالوف رقم 21. در خط میانه بازی کرده شدند جاویدان خوشوقتوف 8. شعبان نعیموف 81. بیلال بابایف 9. مهربان حمیدوف 17. ابوبکر سلیمانوف رقم 10 و مسعود غفورov در خط پیش بازی دارند. خوب جایهای خود را عوض میکنند. امروز سرمربی این دسته یوسف ربیعیف طرح بازی 4-1-4-1 را پیشه خود کرده است. خب در رفت بازی تغییرات این ساخت با وجود میآید. حالا هجومی دسته وحش بسیار خوب است. صلاح‌الدین اولین ضربه را در نیمه دوم میزند و در جای خودش شهاب‌الدین محمودزاده دروازه‌بان دسته برقچی. هیچ دسته وحش چنین است. ریزا جعفر سیف مهدی یا سیف مهدی از جمهوری اسلامی ایران تحت رقم 16 بازی میکند. در این راستا در دو بازی پیشینه که دسته وحش داشت اونجا سردار کابولجانوف از ازبکستان دروازه وحش رو حمایه میکرد. امروز تویرمومینوف سرمربی این دسته به خلاصه اومد که دروازه‌بان رو عوض کردن ضرورت دارد و او خوب بازی هم کرد. دو لحظه گلزنی خطرناک در بازی امروز در قسم اول بود و محض در هر دو حالت بیلال بابایف میتوانست به گل زدن شرفمند شود. در دقیقه آخری وقتی ایلوه شده 2 دقیقه به قسم اول ایلوه شد او این ضربه ها رو برگردونید و یک مرتبه دیگر از کنار چپ وقت گزارش زیبایی انجام داد. حالا باشد فوتبالبازان دسته وحش فشار می آورند با برقچیان. خوب در خط حمایه دسته وحش امروز کی بازی میکند؟ خوشوقت میروف تحت رقم 17. سرگی یاورسکی از اوکراینا 13 کپیتان دسته است. صفی الله نظرزاده 67.
Саидшоҳ Бозоров 77. Саидшоҳ Бозоров имрӯз аллакай як корти зард ҳам гирифт. ҳуҷуми футболбозии дастаи Барқчӣ аз канори рост ва инҷо бозии зебои Шерафган Саидовро мо инҷо хеле хуб пайхас кардем. خب درباره این بازیگران باز خواهم گفت که شعبان نعیمов بسیار مایه بازی کرد، بیلال بابایف، ابوبکر و مسعود هم خیلی خوب بودند. خب اکنون میگذاریم با آخرین بازیگری که در خطی محافظت دسته وحش بازی میکرد، این نیکیتا پیترمن از اوکراین است. تحت رقم 99 هجومی دسته باز Барқчӣ дома меёбад. саросӣ мешаванд бозигарони дастаи вахш ва тӯбро аз майдон берун мекунанд. ҳоло бо тӯб Рустам Камолов аст, бо дасташ тӯбро ба бозӣ меорад. хуб ҳоло боз як бори дигар ин тӯбро мегирад ва партобе анҷом медиҳад ба майдони назди дарвоза, аммо онҷо касе нест. хуб дар хати ними ҳимояи дастаи вахш Синатло Исмоилов рақами 7, Салоҳиддин Эргашев 8, Синатло Азизов 22. ӯ ҳам яке аз бозигарони хуби дастаи вахш буд дар қисми аввали вохӯрӣ. 31ро иваз карданд Беҳрӯз Хоҷаевро ки таҳти рақами 31 бозӣ мекард. ба ҷои ӯ Худоёр Узуқов буромад ва ӯ таҳти рақами 10 дар майдон мебошад. хуб Хайриддин Турахонов рақами 11 ба ҳайси ҳамлагар инҷо номнавис шудааст ва бозии ин сарбравии даста Тоирмуминов таҳти услуби 4-2-1-2ро пеша карданд. ҳоло боз инҷо довари вохӯри Рустам Нурматов як корти зарди дигар инҷо нишон дод, чизеро сабт кард, мутаваҷҷӯҳ нашудем ҳангоме ки шинос доштем. хуб инҷо ҳоло боз дар ин бора ба шумо хоҳем гуфт. дар назди тӯб Абубакр Сулаймонов аст. Абубакр Сулаймонов манзури мост. чанд лаҳза дар экранҳои мо уштод. ду рақами яке нав баромад. Худоёр Узуқов дар бораи ӯ ман ба шумо гуфтам ки боз мебинем ки дар ҳайати дастаи вахш ӯ дар майдон буд ё не. хуб дар бозии гузашта Худоёр Узуқов дар майдон дар муқобили дастаи Истиқлол бозӣ кард аз 90 дақиқа ва имрӯз аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омад. дар бозии аввали дастаи вахш дар бозии Узуқов дар бозии он бозӣ ҳам дид. ва ҳоло дӯстони гиромӣ, бори аввал дар шарҳе ки ман ҳоло медиҳам, ман бори аввал мебинам ки довари вохӯрӣ Рустам Нурматов барои дидани наворҳо видеодовар меояд, яъне вар. ҳоло биёед ин лаҳзаро мо ҳам бо ҳам мебинем чӣ ҳолат буд. бозигарони дастаи бале бисёр хатарнок аст аз ҷониби Салоҳиддин Эргашев ва инҷо бешубҳа барои ин ҳолат метавонад ки корти сурхро ҳам раво бинад ба Салоҳиддин Эргашев, аммо қарорро Рустам Нурматов мебарад. мо шумо бошем, интизор мешем. бисёр ҳам ногувор аст барои инҷо Беҳрубон Ҳамидов метавонист як ҷароҳати вазнин ҳам бардорад инҷо. ҳоло хуб як бори дигар боз мебинад. хуб борон буд дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор. ҳоло шумо ин лаҳза обе ки инҷо ҷамъ шудааст аз оби борон аст, инро мебинед. қазия чӣ гуна хоҳад буд? аз майдон рондани Салоҳиддин Эргашев ва ё чизи дигар? чӣ мегӯяд? баъд дид, бале, корти зардро мегирад ва корти сурх, корти зард бартараф карда мешавад. бале, Салоҳиддин Эргашев аз майдон берун меравад. Салоҳиддин Эргашев, дӯстони гиромӣ, аз дастаи Истиқлол ба вахш гузариш анҷом дод. се бозии сеюмаш аст ки дар ҳайати дастаи вахш ба майдон омадааст ва акнун барои барқчиён як ҳолати дигаре. ин як лаҳза вақте ки мо ҳоло ҳайатро медидем, ин лаҳзаҳо берун аз назари мо монда, аммо хуб маълум шуд ки инҷо дар ҳақиқат бисёр дурушт дағал бозӣ карда Салоҳиддин Эргашев. ҳоло боз қазияи кумитаи одоби Федератсияи футболи Тоҷикистон чӣ хоҳад буд? дар ин бора мо шумо
باز خواهیم شنید. فوتبالبازان دسته بخشی باشند اینجا امکانیت دارند یک نفر بازیگری زیادتی در حیدشون است. ولو توپ در مرکز است و اکنون میتوانند آرامتر بازی کنند. عبدالرؤوف غفارزاده با جاویدان خوشوقتوف و با کنار میروند و اینجا ابوبکر سلیمانوف پرتابی خیلی عالی است. باز شرفکان سعیدوف یک توپ از میدان بیرون رفت. در قسم اول ما دیدیم که اینجا بیلال بابایوف دو امکانیت 100% رو از دست داد. از جانب دسته وحش ضربه ها کمتر بودند که دروازه‌بان با اون همراه شده باشد. از ضربه کنجی 4 ضربه کنجی در مقابل 2 ضربه وحش در یاد ما باقی ماند. حالا توپ در مرکز میدان از یک جانب به جانب دیگر می‌رود، اما در پیش با هجوم نمی‌روند. حالا خریدین تورخانوف از کنار چپ با قفا با همدستانش می‌پرتوید. اینجا هجومی فوتبالبازی دسته وحش صورت می‌گیرد. سنت‌الله اسماعیلوف باز کنارتر خوشوقت میرفت و بازی سنت‌الله عزیز که با توپ بود او هم به ما خیلی پسند آمد. سرگئی یاورسکی در دیدت مثلا قومت بدن اینجا رقمی نبودی است. حالا باز یک بار دیگر تورخانوف است و دروازه‌بان در جای شهاب‌الدین محمودزاده امروز کارش بسیار نیست. محافظتگران از اجرای وظیفه‌شون خیلی خوب میبرویند. برای اونایی که کم دیرتر با ما همراه شدند همین رو میرسونیم که دور سوم چمپیونات مملکت اوید به فوتبال با این دسته‌های لیگ اولی دیروز شروع گردید و حاصلات فرخور از دسته اسخاتا با حیث میزبان با حساب 1-2 در میدان شکست خورد و اولین غلبه شد. اینجا اسخاتا در موسم شده با دست آورد 3 امتیاز دارد این دسته. بازی دیگری که با شکلی پنچر و اسرافشان صورت گرفت، این بازی هم با پیروزی فوتبالبازان ولایت سوخت انجام یافت. اسرافشان با حساب 3-1 دست بالا گردید و 4 امتیاز رو الکی به دست آورد. الحال یگانه دسته که به دروازه دسته ها گل نزده است همین وحش است. حالا امکانیت برای فوتبالبازان دسته بخشی است، اما امروز خوب بازی میکند. رضا جعفر گزارش خیلی خوب اوزاق گفته رو باز با پیشتر هوا میدید. اینجا صورت خیلی خوبی خریدین تورخانوف رو دیدیم. از طرف دیگر سعیدشاه بزرگ هم ببینید یک حرکتی دور دروازه کرد و به اینجا آمد وقتی که توپ از میدان بیرون رفت. حالا یک بار دیگر اکنون توجه به فوتبالبازی دسته بخشی شرفکان سعیدی با مرکز ابوبکر باز یک گزارش خوب از جانب بخشیان بسیار عالی بازی میکرد اینجا بیلال و باز یک پرتاب دیگر توپ وارد توی دروازه نشده. اینجا کمی ناقصی در پخش این حالت بود. حالا باز ابوبکر سلیمانوف اینجا باز جاویدان خوشوقت و باز محافظتگران زیادی دسته وحش که در میدان از دروازه هستند. در مرکز کسی نیست و اینجا محافظتگران هستند. برکت الله نعمت الله زاده با کنار میپرتوید توپ رو. شرفکان سعیدوف باز به خفا نوبت گزارش است ولی ببینید خوب توپ رو میگیرد اینجا سنت‌الله عزیزوف ولی با توپ فوتبالبازی دسته بخشی امکانیت خیلی فراخ. ببینید 5 نفر هستن اینجا. ابوبکر ضربه میزند و توپ به ستون دروازه برخورده از میدان بیرون میرود. چی حالت زیبایی بود. اینجا باز دروازه‌بان جعفر رضا سیف مهدی لحظه برداشته است. نه بسیار لحظه جالب در بازی امروزه. این سومین لحظه هست که دوستان گرامی میتوانستیم ما گل رو هم ببینیم، اما مهارت فردی دروازه‌بان ایرانی دسته وحش قربان‌تپه امروز این دسته رو از گل امین نگاه می‌داره. حالا ببینید این چگونه بازی میکند ابوبکر سلیمانوف و خود ضربه میزند.
با دستش رسیده است، اگر نه تو وارد توی دروازه میشه. وقتی به زمین فرود اومدن با دست او به خود کمک کرد و شاید دستش لط خورده باشه. خب یک لحظه به رضا جعفر کمک میرسونن و ما شما میتونیم در دوره جایگزینی دسته ها بگیم. استقلال هم بازی دارد امروز، کوی مرکزی ورزش هم امروز بازی دارد. این بازی ها جنب است. یک بازی دیگر میاد که فردا راست میآید و این دور سوم با همون بازی که فردا دایر میگردد و پایان خواهد رسید. حالا استقلال با 6 امتیاز در زمینه اول است. کوی مرکزی ورزشی ارتش حاصلات 6 امتیازی همه دسته ها دارند. اما این ضربه رو ببینید، ستون دروازه رو لمس کرد. ضربه های کنجی شمارهشون زیاد میشد. پنجمین ضربه کنجی است. ابوبکر یک پرتو دیگر و باز یک ضربه کنجی دیگر. شمارهشون زیاد میشود ضربه کنجی رو. ابوبکر سلیمانوف پرتوی بلند این نوبت کسی به این توپ نمیرسد ولی با توپ همون ضربه دسته برچی بود. پرتو دیگر به ابوبکر به خفا ضربه و گل. این گل است و گل نهایت زحمتی برای شرافکان سعیدو. دقیقه 60 وخوری حساب شده می شود 1-0. شرافکان سعیدوف در موسم امسال فوتبال گل دومش رو میزند. یک بار دیگر حالا میبینیم اینجا سرمربی دسته بخشی یوسف ربیف دست میافشاند و بله اینجا یک رسمی خوبی تسجیل گل برای فوتبال بازان جوانی دسته منتخب 20 ساله تاجیکستان و بخشی حصار. حالا یک بار دیگر ببینید اینجا همه کار رو ابوبکر اینجا انجام میدهد. کاپیتان دسته ضربه خیلی خوب بود از جانب مهربان حمیدوف، اما آخرین ضربه که با گل انجام یافت. حالا یک بار دیگر ببینید بله اینجا 3 نفر حتی اینجا مسعود غفورов هم نزدیک بود اما نتوانید. اینجا ضربه رو اصلا مهربان حمیدوف زد. 17ام رقمی که حالا بله شادیش بیشتر است. حساب شده شد دوستان گرامی 1-0. اگر امروز بخشی و پیروزی نوید شود این دسته یگانه از دسته های هست که مثل استقلال کوی مرکزی ورزشی ارتش و مغلوبیت دچار نشده است. خوجند هم مغلوبیت ندارد. خب نه اینجا اگر با حاصلات امروز که گفتیم غلبه کرد مغلوب شد پس کوی مرکزی ورزش استقلال روشنی کلوب ریگر تداس و بخشی به باخت هستند و حالا فوتبال بازی دسته بخشی یک نفر کم بودنی وقت رو استفاده خواهند بود. گل‌های دیگر رو هم خواهیم دید یا نه. حالا باز یک هجوم دیگر از جوری تورخانوف خیردین تورخانوف اینجا هست با سرگی یاورسکی پارتیا و به هر نوع از لگنرهایی که اینجا از دسته وحش هستند سرگی یاورسکی بهتر نمایان است در بازی، اما میکیتا پیترمن نه اونقدر نمایان است. احیانا با بازی همراه می شود. خوب نمیدونم چند بار با اتو میبند و اتو میگیفت این از بیرون است. شاید زیاد نه ممکن 3 مرتبه یا 4 مرتبه. خب این رو باز دقیق کردن نکنه است. حالا در مرکزی میدان است یاورسکی، اما سرگی یاورسکی گفتم میکیتا پیترمن یاورسکی باشد همیشه در خط مدافع با همدستایش کمک می‌کند. یک گزارش دیگر باز یک حالت دیگر برای بازیکنان دسته بخشی. داور خواست اول هشتگ زند نزد. جویل خوشوقت بود که از پایزده افزاییده شد ولی او از نظر داور خودش افتید. خوشوقت میروف تو رو میره باید بازیکنان دسته بخشی و هجومی برقوار از جانب شعبان نعیموف تو رو به مرکز میپرتید. اینجا باز یک گزارش دیگر
با ابوبکر توپ نمیرسد و اشتباه میکند اینجا بازیگر دسته برچی و محض مهربان حمیدو. لب برداشته است این لحظه ها شرافگان سعیدوف، مؤلف یگانه توپ در بازی امروزه. بازیش بسیار شایسته است، بسیار خوب است، بسیار زیبا است و در چمپیونات سالی تاجیکستان دومین گلش را هم به نشان رسانید. اکنون در برچی او پیشرفت نشانزن بهترین است. و پیش میرن برچون ابوبکر سلیمانوف، باز یک پرتاب دیگر به همدسته هایش، باز یک ضربه کنجی دیگر، این هفتم ضربه کنجی. پیوسته از این ضربه کنجی منفیت نبرداشته است برچی. اینجا در این مورد باید مربی هم پیشنهاد ها یا خود طرز استفاده بردن این ضربه کنجی رو براه مونه. ضربه کنجی رو محض ابوبکر سلیمانوف اجرا میکنه. حالا ببینید بسیار خوب بازی میکنه با مسعود غفوروف. مسعود گذشتنی است ولی محافظه‌گران پیش روی او رو میگیرند. بار دیگر با ابوبکر باز پیشتر خودش میگیرد ولی کسی تو با بیلال بابویف پرتافته شده بود اما او نفهمید. دیگر دروازه‌بان دسته برچی شهاب‌الدین محمودزاده حالا این 20 دقیقه که پس سر بشد در نیمه دومی واخوری بیکار است، ولی اینجا این توبه که بود حالا با بیرونی میدان رفت. یک بار دیگر این لحظه از این صحنه از نظر من بیرون بره. حالا گفتم شهاب‌الدین محمودزاده بیکار است و برای خودش کار زیاد کرد. از زیر پایش توپ گذشت و رفت اونجا. یگان حالت مشکلی نبود که برای فوتبال بازی دسته برچی همین حالت رو بیارد. برنا و فرویدو رزاقوف پرتافتی خیلی زیبا، امکانیت فراوانی گلزنی برای وحش اینجا حضور داشت، ولیکن توپ از میدان بیرون میرود از پای فوتبال بازی دسته برچی. یک بار دیگر میبینیم چی بود اینجا. توپ میگن با دستی شرافگان سعیدوف زد، اونه که گل زده بود. نمیدونم شاید بازبینی کند اینجا رستم نورماتوف دوباره دوشنبگی و حالا میگه نه بازی بکنیم این چیزی نبود. یعنی ویدیو کمک داور اینجا دلیل خود را اساس نکرد که توپ به دست نرسیده است. وحش باز به پیش می رود. 3 نفر اینجا هستند. باز شرافگان و باز پس به مرکز میدان. بازیکنان وحش خوب توپ رو اینجا میگیرند، ولی ادامه بازی رو نمیدونم چگونه دوام دیان. با سرگی یواز که به قفا سرگی باشد راست با دستی دروازه‌بانی دسته برچی. وحش از دومین دسته استرد چمپیونات تاجیکستان که تا حال به دروازه حریفان یگان توپ نزده است. وحش 5 توپ از دروازه‌اش گرفته است
یک بار دیگر. بله این همون تکراری حالتی که تو به دست برخورده بود. نه تو با بدن جفت بود و از این رو در خط ضربه پینالتی نیست، اینجا به دست بر نخورده است. و حالا باز فوتبالبازی برقچی اینجا شرافکان سعیدوف لط خورده است. شاید او خود رو اونقدر خوب ایست نمیکند، بله به بیرون می آید، او رو ایواز میکنند یا که چیز دیگر حالا خواهیم دید. بله او لنگان به این طرف می آید. کنی این گلی که او زد، بله گلی که در دقیقه 60 شرافکان سعیدوف به نشان رسانید. بسیار زیبا و مجلل از تجلی گل هم بسیار زیبا است. خوب در کجا بودید که من گل زدم بگید؟ گو که در تاریکی گل زده باشد. اما اشتباه جعفر رضا سیف مهدی از دروازه‌بان دسته وحش از جمهوری اسلامی ایران، این اولین و از همه دشوارترین و خطرناکترین لحظه ای که اینجا صادر کرد. امروز خیلی خوب در دروازه بود، دو گل 100% رو برگردونید و در سیمش همه رو از دست داد. باز یک ضربه دیگری ابوبکر رو چگونه برگردون شما دیدید، تو با ستون دروازه برخورد و بعدا به میدان. حالا ببینید بخشی چقدر خوب بازی میکنه. یک گفهمی بازیگرانش خیلی خوب هم هستند. مهربان حمیدوف خوب مجبور است به خفا و باز به خفا و اینجا اونها جاویدون خوشوقت رو مییابند و بعدا عبدالرؤوف غفارزاده. اینا گروه از نسل آن هستند که بسیار ماهرانه بازی کرده بودند. اگر در یاد داشته باشید دسته منتخب جمهوری تاجیکستان که به وجوه نیمایی جام آسیا رو خط گرفت، اما آنها با جرم اون که وبای کووید 19 اومد و اونجا این کووید همه رو برباد داد و اونها به مسابقه نرفتند. تو به تغییرات در دسته برقچی است تحت رقم 19. اینجا حالا با میدان مقداد روزیقف میبروید. این از اولی بازیگرایی که ایواز می شود و ما حالا شرافکان سعیدوف از میدان گرفته شد، مؤلف گل اولین. باز چه تغییرات شدنش ممکن است در این بازی. خوب با هم اینجا میبینیم بسیاری از بازیگرای دسته وحش اینجا قرار دارند. تحت رقم 9 حالا محمد میربابویف به میدان خواهد آمد، این دومین تعویض است. تحت رقم 14 روزی محمد عبدالرحمانوف هم اینجا قرار دارد. روزی محمد خوب کی رو ایواز میکند؟ ایواز الکی خیردین تورخانوف از میدان بیرون شد، سنت الله اسماعیلوف هم از میدان گرفته شد. خوب این سومین بازیگر و باز یک بازیگری دیگری آخرینه که حالا تحت رقمی محمد گفتیم میربابویف، روزی محمد عبدالرحمن با میدان اومد. خب اینا بازیگران جوان هستند، از چهرهشون معلوم است. خب 3 نفر رو ایواز کرد این لحظه. تویر مومینوف 9 14 10. خب صدای کدام مربی شاید ایرانی هم هست اینجا، گاگا میشنویم بیا اینجا محمد اینجا رو. خوب دستور میدید به دسته کی؟ به دسته برقچی.
خب صدای فورمی موسیقی. بله این باید یک نفر سرعت بخشد به بازی فوتبال بازون. حالا فوتبال دسته برچی باز در هجوم هستند ولی محافظتگری سرگئی یابورسکی قوت بلند دسته بخش این حالت رو برطرف بکند و هجوم جوابی دسته بخش در گوره 5 نفر به پیش حرکت میکنند. خوب به 11 هم تورخونوف هم از میدان برآمد به جای اون خط رسمی 14 روز محمد عبدالرحمنوف اومد. اینو از نفرانی بودن که در رفت بازی هلو ایواز شدن. شهبون نعیموف خطا بکرد، اشتباه. خب ارتیقوف هم میدان اومده است دوستان گرامی. مختار جون ارتیقوف هم به میدان اومده است. این لحظه معین شد تحت رقم 25 در میدان هنرنمایی دارد. این لحظه در مرکزی میدان بازیگری دسته برچی ابوبکر سلیمانوف. خب شاید مشکویش اینجا رو بیزوبیته میکنند. خوب است ولی ببینید فوتبالبازان دسته وخش میگن که از میدان تیزتر بیرون رفت. بازیگری آنها خوشوقت میرفت که ما بازی رو دوام دهیم و شاید حساب رو برابر کنیم. وخش یگانه دسته است که از این بین با پنشیر از ولایت ختلون نه یگانه بلکه دوگانه با پنشیر که یگان امتیاز به دست نآوردند. خب این همون حالتی که بله در مرکز تنها بود ابوبکر سلیمانوف تنها بود و حالا فوتبالبازان دسته وخش توپ رو با دستشون به بازی بدارن و سرگئی یابورسکی شاید دور میپرتوید و پرتوی او رو من ندیدم. بله خیلی دور میپرتوید اما محافظتگران این توپ رو استقبال میگیرن. اما سرعت رو ببینید این سرعت بلند از جانب محض شهبان نعیموف است. خب یابورسکی دوستان گرامی از گفتیم کشوری اوکراین است. سال 2023 در لوک شتندل از در یکی از دسته‌های آلمانی بازی کرده است. 8 بخوری پیشتر در ورسکلای اوکراین بود. 52 بازی یک گل هم زده است. او دسته منتخب اوکراین تا 21 ساله خود در سال 2009 بود. 19 ساله خود 2008 17 ساله خود 2006. این بازیگری که در حیاتی دسته وخش بازی می‌کرد. خب از روی اون که وخش تو هنوز یگان امتیاز به دست نآورده است پس شاید این بازیگران برای با وخش کمک کردن قدرتشان نرسد. این رو من نمیدونم اما نشون میدهد وقتی که در حیاتی دسته لگیونر هست و باید یک سر و گردن از بازیگران خودی محلی بالا باشد. ببینید چند لگیونر دارد. 4 لگیونر دارد. یکش سردار کابلجانوف 2 بازی در وخش بازی کرد در مقابل ریگری تداست در مقابل استقلال نه در مقابل استقلال 3-0 یک. حالا این لحظه من خواهم دید. خوب وخش بله ریگر تداست 2-0 بازی اول رو با ریگر تداست گذارید 2-0 و سپس در بازی دیگرش از استقلال با حساب 3-0 مغلوب شد. حالا اینجا باز یک کارت زرد، باز یک خویده ویران کنی، باز قهرمان رستم نورماتوف داور این بخوری و در حیاتی دسته برچی بازیگر به میدان میآید بختیار غیوروف. بختیار غیوروف به جای رستم کمالوف بود. حالا یک بازیگر بینیم
بله بختیار زود توپ رو به جا میزد. بله کمالوف رو عوض میکند رستم کمالوف رو. کمی هم سرعت بازی پس شد. اگر شما هم اهمیت داده باشید در میدان تقریبا گویا که بازی نیست. لحظه جولی که پیشتر بودن حالا اینجا وجود ندارن. حالا باز یک گزارش بخشی هم تا به کجا به همون عنوان است. این صدای مخلصانی که میبینید از ندونستن شعر است و از مکمل حالا اشتباه فوتبال بازی دسته بخچی و این ضربه عالی را ببینید از جانب شعبان نعیموف. شعبان نعیموف یک کارت زرد گرفت، میتوانست به هم دستایش توپ رو پرتاید ولی ضربه سخت بود و بلند. سرعتش از نگاه سرعت عالی، از نگاه شدت عالی، از نگاه دقیقت خوب نه. و پرواز دروازه‌بان رو هم ما اینجا دیدیم. رضا جعفر اشتباه از جانب مسعود غفوروف. نه اینجا طوری میبینیم اینجا نه غفوروف اینجا حالا مهربان حمیدوف است و اینجا شهرزاد رجبوف هم در میدان هست. دیدید دو رقمی 17 به هم برخوردن، هم 17 وحش میرو و هم 17 بخچی مهربان حمیدوف. خب شهاب‌الدین محمودزاده در روزبانی دسته بخچی هم یک بار به توپ رسید. این شاید سومین مرتبه در قسم دوم است هجومی وحش عموما وجود ندارد. حالا باز یک کشیدت دیگر، باز یک هجوم دیگر بسیار عالی، اما اینجا مسعود غفوروف توپ رو نگرفت. هجوم خیلی خوب رو اینجا حالا ببینید مهربان حمیدوف بیشتر خوبتر شد و بختیار غیروف توپ رو به باز می‌دارد. خفا با عبدالرؤوف غفارزاده با کنار راست اینجا لکه برکت‌الله نعمت الله زاده و یک گل دیگر به خفا باز به همون عبدالرؤوف. صدای همین نه یا شیپور نمیدونم بسیار خوش است در این بازی فوتبال با دو سوی دیگر. حالا باز یک امکانات گلزنی است اما طوری بیدیم مسعود غفوروف آن رو باز استفاده نمیبرد. حالا مسعود غفوروف منظور ما و شما است. باز پرتاب از جانب همون مهربان باز مسئول با استقبال ضربه کنجی که حالا اینجا تعیین می شود و هشتم است اونجا می رود. دو همه بازند یک ضربه دیگر بسیار اینجا. این ضربه هم ضربه عالی بود از جانب شهرزاد رجبوف. شهرزاد رجبوف یک گل بر نامش ثبت کرده است در موسم امسال. خوب این در حالی است که شما خوب میدونید که با روشن 3-3 بازیده بود. در این برابر و
حالا هجومی دسته وحش اینجا هم اونها ضربه میزنن ولی ضربهشون قاطع نیست، دقیق نیست. اینجا همون بازیگری که به میدان اومد محمد میربابویف است. حالا باز یک بار دیگر ببینید اینجا توپ از میدان بیرون میرود. یک اشتباه از محافظتگران دسته بارچی است و حالا بار دیگر ببینید اینجا باز همون بازیگری که ما با شما گفتیم زیر فشار قرار میگیرد. حالا محمد میربابویف و اکنون این ضربه رو خوشوقت میروف. حالا همین لحظه دیگه یک بازیگری رقم 8 و توپ از کاپیتان دسته وحش به بیرون میدان میرود، سرگئی یاموفسکی. نوبت از بازی بین دسته هایی که بعد این بخوری میگذرانند. اگر بخشی اینجا پیروز شود به جای چهارم خواهد برآمد. اگر رفشن هم کامیاب گردد پس رفشن در جای چهارم بگذراند. رفشن هم با 4 امتیاز به زیر پنجم برآمد. از رفشن شاید بخشی پیشتر گذرد میگذرد حتما یک. رفشن 5-5 است. نتیجه توپش بخشی باشد 4-4. اینجا یک پیروزی کند 5-4 جمع یک میشود و بخشی در زینه پنجم جای میگیرد. ظریف زاده هم در میدان هست. ما دیدیم امکانات خوبی بازیگران دسته وحش اینجا برباد میرود و هجوم جوابی بخشی 5 دقیقه دیگر تا انجام وخوری است. حالا باز همانجا بیلال بابایف برای همدستایش توپ رو نگاه می‌دارد به کجا؟ به خفا، به محافظتگران و حالا عبدالرؤوف خفا زاده هست. سرعت خیلی پست شد. مهربان حمیدوف باز خفاتر و دروازه‌بان شهاب‌الدین محمودزاده. اون افرانی که به دسته بارچی همراه شدند آنها سرعت رو دیگر زیاد نمی‌کنند. توپ از بازیگران دسته بارچی بیرون می‌رود. ظریف زاده بازیگری نه به میدان آمده از دسته وحش شروع خطا با هم دستورات خطا. اما دیگه اینجا کمی هم از چی باشد که بازیگرانی حالا یک لحظه دیگر اینجا معذرت میخوام راجی محمد عبدالرحمنوف رو ما اینجا کمی با ظریف زاده که در هیئت احتیاطی دسته بارچی است بیشتر یک جا کردیم. اما در میدان روزی محمد عبدالرحمنوف تحت رقم 14 است. حالا این لحظه خدایداد اوزاقوف دویمین ضربه کنجی رو میزند و بسیار مهم بود، عالی بود برای محض همین فوتبال بازی که اینجا با نام میکیتا پترمن ثبت شده است. اوکراینی از نزد او کسی به او خلل نمیرسوند. اگر پویش رو دراز میکرد حساب این وقت برابر میشد اما این کار رو نکرد. فوتبال بازی دسته وحش هرچند 10 نفره هستند و در جریان این وخوری از میدان بازیگری آنها صلاح‌الدین ارگاشف رانده شد. حالا کوشش زیاد کرده استان که حساب رو تغییر دهند. محمد میربابویف در نزد توپ ضربه زده نشود. اکنون هجومی قاطع و بسیار هم تیزی فوتبال بازی دسته بارچی صورت میگیرد.
با کنار با بیلول و اینجا ضربه زده میشه دروازه‌بان در جایش است و امروز خوب بازی میکنه رضا جعفر و کاپیتان دسته وحش سرگی یاورسکی تو بازی رو با خود میگیره و پیش میرود کوشش میکرد گل زند ولی یک نفر زیاد هستند خود زوقوف هم اینجا کوشش میکند و این همون ضربه که زده شد این محض از جانب بازیگری دسته وحش گفتم روزی محمد عبدالرحمنوف بود. یک دقیقه دیگر بازیگری دسته بخشی لب میبردارد از رویش برمیخیزد شعبان نعیموف امروز بسیار خوب بازی کرد قدرتی بسیار صرف کرد تو از مردم بیرون میرود در این گونه خطاهای ساده در آخری بازی باید رخ ندهند از جانب هر دو دسته که اولو در سه پیش است برچی بیشتر برای اون که از سه امتیاز موندنشون ممکن است اولو ما بختیوار غیروف رو دیدیم از دسته برچی کاپیتانی دسته سرگی یاورسکی باشد بار دیگر با دستش توپ رو با دوری میپرتوید تا میدان این از دروازه و اشتباه بود ولی توپ به سوی دروازه هم نرفت از نزد دروازه به بیرون میدان اصلا مهم است نتلو عزیزوف رو به من شده میشد او به این توپ رسید به سرش حالا در نزدش همین نیکیتا پترمن ایستادگی بود از او قدش بلندتر به این توپ نرسید شاوبین محمودزاده 10 ثانیه دیگر تا انجام واخوری باید دستای برچی و وحش رضا جعفر تو رو بر میگردند و محافظتگران بازیکنان دسته برچی فکر میکنم خیلی مونده شدن اونها دیگر به صورتی بلند به پیش نمیروند یک ارسال دیگر بسیار خوب اینجا صدتلو عزیزوف بود به او توپ نمیرسد و اکنون شاوبین محمودزاده خوب وقت میکشد به نظرم 7 دقیقه خیلی ها میشود خوب تعویض ها خیلی زیاد بودن خوشوقت میروف گزارشی خدای داد باز با کنار اینجا بله سنتلو عزیزوف خولی بود تو با او پرتفته می شود باز یک گزارشی زیبای سنتلو از دو نفر گذاشتنی است اما خطا میکند حالا هجوم جوابی فوتبالبازان دسته برچی بسیار با صورت تیز اینجا شیرزاد رجبوف می رود اما توپ را از دست میدیان سنتلو عزیزوف باشد با صورتی بلند بار دیگر به پیش می رود ولی ارسالش خطا است کشی زیاد میکنن بازیکنان دسته وحش ولی محک اساسی پرتوپای کوتاه است که اونها ندارند ولی ببینید باز زمین با مورد فردی خود باور میکنند اینجا محمد میربابایف بود که اولو توپ رو میگیرن بازیکنان دسته برقچی با پیش خوب امروز کاپیتان گل نزده است شاید او گل میزنه ابوبکر نه این معذرت میخوام این مسعود غفوروف بود مسعود غفوروف در مرکز باشد یک بازیگری دسته برچی خوابیده است دوباره همه جد که وقت میخواد کشند به او اعتبار نمیدید هجوم وحش یک ضربه از مسافه دورم و مختار جان آرتیخوف است ضربه مختار جان آرتیخوف هم خطا برود و حالا دو نفر عوض میشوند از دسته برقچی محمد جان
اوریپوف بود، رقم 2 به نظرم اونجا آماده میشد. خب اینجا لب برداد بیروبان حمیدوف، ولی او از میدان بیرون میشه. شد یک بار دیگر بیاید اینجا. بله در همین حالته که نبود، چیزی نبود اینجا. داور هم خیلی نزدیک بود. رستم نورماتوف و حالا عبدالستاری تحت رقم 30 به میدان میآید و از میدان گرفته می شود مهربان حمیدوف. قربانوف به میدان میآید تحت رقم 18 محمد قربانوف. خوب یک احمد جانی ابوستاری یا خود ابوستاری احمد جانی به میدان اومد تحت رقم 30. خب این موقع مربیون در پایان بازی وقتی که صبح البته 1-0 است، اون وقت کشال میدین دیگر بازیکنان رو هم به میدان میارن. این خیلی خوب است. این یک روبلندی برای بازیکنانی که همیشه در خط در کرسی احتیاطی می نشینند، در هیئت احتیاطی جایگزین شده هستند و یوسف ربیف این کارو میکند. خب با الف بیراموف کمک میرسوند اونی که باعث ترجمان در قطر با ما خیلی خوب کمک کرد. باز بختشان به پیش میرند، باز یک امکانات دیگر برای آنها نه از دست میدهند. هجومی جوابی فوتبالبازی دسته وحش نیاید، با سرعت است، ولی ببینید اما از همه بازیگری که اینجا قد بلندترین است این همین میکیتا پترمن که به این توپ نرسید. اما هجوم ادامه دارد. فوتبالبازی وحش آخرین قدرت خود را استفاده میبرند. مختار جان اورتیقوف باز حالا یک پرتاب انجام شود و قریب بود که اینجا سنت الله عزیزی به این توپ رسیده. امکانیت داشت کمک دیگر بلندتر بود تو، اگر نه سنت الله عزیزی در حالت خوبی توپ زنی قرار داشت. باز 2 دقیقه دیگر حالا مسعود غفوروف خیلی مونده شد، قوت زیاد صرف کرد مسعود غفوروف در بازی امروز. دیدیم چگونه سرعت‌های بلندش رو از نیمه میدان کلاش تا به خط هجوم و میگذارد و بازیگرانی نو به میدان اومده که توپ رو پرتویند. این مقداد رازیقوف است. توپ بله اینجا اشتباه از جانب بخشیان با خفا میگوید. 1 دقیقه دیگر دوستان گرامی، این 1 دقیقه برای وحش برای راه یافتن و اولین امتیاز رو در شبکه امتیاز گرفتن کمک میکند یا نه با هم ببینیم. سر میگذارند بخشیان و اینجا قاعده از جانب محمد میربابایف غیرو کرده میشود و کارت زردی نوبتی، 1 کارت سرخ 2 کارت زرد گرفتن بازیکنان دسته وحش. امروز کارت سرخ با صلاح‌الدین گشف داده شد. سعید چوبوزورف کارت زرد گرفت و محمد میربابایف حالا 1 کارت زرد دیگر گرفت و اینجا عبدالرؤوف غفورزاده رو میبینیم. بختاور اینجا ها بازیکنان دسته برچی گزارشی خیلی زیبا از جانب شیرزو رجبوف. گفتیم شیرزو رجبوف 1 گل هم دارد در شبکه سولا و حالا باید کمک تیوی رسانیده میشد. وقتی ایلوه شده هم در این لحظه ها با پایان خواهد رسید. 6 ثانیه دیگر. خب نورماتوف باز 1 دقیقه دیگر ایلوه میکند برای اینجا استفادهش در این بخوری. خب شب بخیر نوخته می شود دوستان گرامی، یعنی تمام بازی با همین حساب 1-0 با پیروزی بخشی به پایان میرسه. شب بخیر همدیگران شب بخیر میگن در اینجا با همون. بله شب بخیر
شاید ما رو شنیدن که اینجا که شب بخیر هم گفتند. شهاب‌الدین محمودزاده توپ رو به پیش میزند و فرصت میدهد. 98 دقیقه هم به انجام رسیده است. فوتبالبازان دسته برچی بسیار سه امتیاز دشوار و توپ گرفته بشه. هجوم عزیزوف سنت الله از سر میگذارند و اکنون این دفعه باری دیگر حالا باز شیرزاد رجبوف و از دور ضربه میزنه. حالا ببینید اینجا بسیار نهادی خوب مسعود غفورов قرار داشت. مسعود هم دستی برد که برای توپ رو به من نپرتافتی. حالا برچیان باز در خط دفاع هستند و تمام رسانه گرامی همین طریق برچی نویه هیسور توانست که اولین پیروزیش رو در شرکت موسم سال 2024 به دست آورد. دو مساوی داشت. مساوی هایش نهایت دشوار بودند با رفشانی کلوب 3-3 و 1-1 با ایسا رفشن و حالا اولین پیروزیش رو به دست آورد و با 5 امتیاز به زینه چهارم جدول مسابقات می‌رود. بازی همین طریق دوستان گرامی به انجام رسید. من این بازی رو با شما علاوه گریفت تماشا کردم. خیر تا بازی خود رو احتیاط کنید.